درود بر شما همراهان همیشگی کانال زربل. پیرمرد و پیرزن فقیری در آسیاب متروکه‌ای زندگی می کردند. سالهای سال بود که پیرمرد پرنده می گرفت، می برد بازار، می فروخت و از این راه زندگی فقیرانه اش را می گذراند. روزی از روزها وقتی رفت دامش را جمع کند، دید پرنده طلایی قشنگی افتاده توی دام. پرنده را گرفت و خواست آن را بگذارد در خورجینش که یک دفعه قفل زبان پرنده باز شد و گفت: ای مرد، من چند تا جوجه دارم و الان منتظرند برایشان غذا ببرم. بیا من را آزاد کن و در عوض هر چه بخواهی به تو میدهم. پیرمرد گفت: ای پرنده طلایی، من آرزو دارم از زندگی در این آسیاب خلاص شوم و با زنم در خانه خوبی زندگی کنم. پرنده طلایی گفت: آزادم کن تا تو را به آرزویت برسانم. پیرمرد پرنده را آزاد کرد. پرنده طلایی پیرمرد و پیرزن را برد به خانه قشنگی کنار جنگل که همه جور وسایل آسایش و خورد و خوراک در آنجا بود. پرنده طلایی گفت: این خانه و هر چه در آن است مال شما. با هم به خوبی و خوشی زندگی کنید. سپس یکی از پرهایش را به آنها داد و گفت: هر وقت با من کاری داشتید این پر را آتش بزنید، فوراً حاضر می شوم. و خداحافظی کرد و پر زد و رفت. پیرزن و پیرمرد خیلی خوشحال شدند که بخت به آنها رو کرد و زندگیشان از این رو به آن رو شد. دیگر هیچ غم و غصه‌ای نداشتند. صبح به صبح از خواب بیدار می شدند، با هم در جنگل قدم می زدند، بعد می آمدند می نشستند در ایوان خانه، سماور را آتش می کردند، صبحانه می خوردند و باز در میان درختان قدم می زدند و وقت می گذراندند تا ظهر بشود و شب برسد. نه با کسی کاری داشتند و نه کسی با آنها کاری داشت. به همین ترتیب 2-3 سالی گذشت. یک روز پیرزن به پیرمرد گفت: تا کی باید تک و تنها در گوشه این جنگل سوت و کور زندگی کنیم؟ پیرمرد گفت: زبانت را گاز بگیر و این حرف را نزن. مگر یادت رفته در آن آسیاب با چه بدبختی صبح را به شب میرساندیم و شب را به صبح و هر وقت برف و باران می آمد یک وجب زمین خشک پیدا نمی شد که روی آن بنشینیم و مجبور بودیم با کاسه و کوزه از زیر پایمان آب جمع کنیم و بریزیم بیرون. پیرزن گفت: نه خیر، اینطور هم که تو میگویی نیست. آدمیزاد قابل ترقی است و نباید قانع باشد. فوری پرنده طلایی را حاضر کن که فکری به حال ما بکند، وگرنه در این جنگل بین این همه جانور دق میکنیم. پیرمرد وقتی دید گوش زنش به این حرفها بدهکار نیست و هر چه به او میگوید فایده ای ندارد، رفت پر را آورد و آتش زد. پرنده طلایی فوراً حاضر شد و گفت: چه خبر شده؟ پیرمرد گفت: از این زن بپرس. پیرزن گفت: ای پرنده طلایی، ما در اینجا خیلی ناراحتیم. مونس ما شده کلاغ و زاغچه و هیچ تنابنده‌ای دور و بر ما نیست که با او خوشو بشکنیم. ما را ببر به شهر که این آخر عمری مثل آدمیزاد زندگی کنیم. از این و آن چیز یاد بگیریم تا پس فردا که مردیم و از ما سوال و جواب کردند پیش خدایمان روسفید شویم. پرنده طلایی گفت: اشکالی ندارد، اینجا را همانطور بگذارید و دنبال من بیایید. پرنده آنها را به شهری برد و عمارت بزرگی در اختیارشان گذاشت که از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد در آن وجود داشت. پیرزن تا چشمش به چنین دم و دستگاهی افتاد ذوق زده شد و به پیرمرد گفت: دیدی هی میگفتم آدمیزاد نباید قانع باشد و تو همش مخالفت میکردی و نق میزدی؟ حالا اینجا برای خودت کیف کن. پرنده طلایی گفت: کار دیگری با من ندارید؟ گفتند: نه، برو به سلامت. پرنده باز هم یکی از پرهایش را به آنها داد و رفت. پیرمرد و پیرزن زندگی تازه‌شان را شروع کردند. همه چیز برایشان آماده بود. روزها در شهر گشت می‌زدند، شبها به مهمانی می‌رفتند و خوش و خرم زندگی می‌کردند.
1-2 سال بعد پیرزن به شوهرش گفت ای پیرمرد، حالا که این پرنده طلایی در خدمت ما هست و هر چه بخواهیم برایمان آماده می کند، چرا به این زندگی قانع باشیم؟ پیرمرد گفت تو را به خدا دست از سرم بردار و اینقدر ناشکر نباش که آخرش بیچاره می شویم. پیرزن گفت دنیا ارزش این حرفها را ندارد. یالا برو پر را بیار، آتش بزن که حوصله‌ام از زندگی سر رفته. خلاصه زور پیرزن به شوهرش چربید. پیرمرد هم از روی ناچاری رفت پر را آورد و آتش زد. پرنده طلایی حاضر شد و گفت دیگر چه خبر شده؟ پیرمرد گفت نمیدانم، از این پیرزن بپرس. پیرزن گفت ای پرنده طلایی، ما از این وضع خیلی ناراحتیم. پرنده پرسید چه مشکلی دارید؟ پیرزن جواب داد دلم میخواهد شوهرم را حاکم این شهر بکنی و من هم بشوم ملکه. پرنده طلایی گفت اینجا را همینطور بگذارید و دنبال من راه بیفتید. پرنده از روی هوا و آنها از روی زمین راه افتادند و رفتند تا رسیدند به قصری که در آن وزیر و خزانه‌دار و کلفت و کنیز و جلاد دست به سینه آماده خدمت بودند. پرنده گفت از همین حالا شما صاحب اختیار این شهر هستید. اگر کاری با من ندارید دیگر بروم. گفتند برو به خیر و به سلامت. پرنده طلایی باز هم یکی از پرهایش را به آنها داد و خداحافظی کرد و رفت. پیرزن و پیرمرد در مدتی که حاکم و ملکه شهر بودند آنقدر خودخواه و خوشگذران شدند که به کلی مردم را فراموش کردند. پیرزن وقتی به حمام میرفت به جای آب تنش را با شیر میشست و بعد میگرفت در آفتاب میخوابید که چین و چروک پوستش صاف بشود. یک روز پیرزن رفت حمام و آمد روی ایوان قصر لم داد در آفتاب. در این موقع تکه ابری در آسمان پیدا شد و جلوی آفتاب را گرفت. پیرزن عصبانی شد. شوهرش را صدا زد و گفت ای ریش سفید، چرا این ابر جلوی آفتاب را گرفته؟ پیرمرد گفت من از کجا بدانم؟ پیرزن گفت یالا برو پر را بیاور آتش بزن که با پرنده طلایی کار دارم. پیرمرد گفت این دفعه چه خیالی داری؟ پیرزن داد کشید زود کاری را که میگویم بکن وگرنه پوستم نرم نمی شود. پیرمرد رفت پر را آورد و آتش زد. پرنده طلایی حاضر شد و گفت این دفعه چه میخواهید؟ پیرمرد گفت نمیدانم، از این پیرزن بپرس. پیرزن گفت ای پرنده طلایی، جلوی آفتاب نشسته بودم که این تکه ابر آمد و سایه‌اش را انداخت روی من. میخواهم فرمان زمین و آسمان را بدی به من که بتوانم به همه چیز امر و نهی کنم. پرنده طلایی گفت اینجا را همینطور بگذارید و دنبال من بیایید. و آن دو به دنبال او راه افتادند. وقتی از شهر رفتند بیرون یک دفعه پرنده غیبش زد. هوا تیره و تار شد. باد تندی آمد و به قدری خاک و خل به پا کرد که چشم را نمیدید. پیرزن و پیرمرد دست هم را گرفتند و کورمال رفتند جلو تا رسیدند به آسیاب متروکه‌ای که قبلا در آن زندگی می کردند. پیرمرد آهی از ته دل کشید و به زنش گفت ای فلان شده، ما را برگرداندی جای اولمان. حالا برو کاسه‌ای پیدا کن و آب کف آسیاب را بریز بیرون که بنشینیم زمین و خستگی در کنیم. و این شد عاقبت آدم طمعکار. قصه ما به سر رسید، کلاغ به خونش نرسید. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.